به نام خدا، وقت همگی بخیر. ما در این ویدیو با جعبه ابزارهای پترنز و اسکیل که در جعبه ابزار ترانسفورمیشن فیوچر قرار داره آشنا میشیم. خب در ابتدای کار من با صفحه وایزد وارد محیط اسکچ میشم و سعی میکنم با استفاده از ابزار پروفایل یک همچین طرحی رو ایجاد بکنم. و این رو هم روی حالت دایره قرار میدم، صاف میکنم. از محیط اسکچ خارج میشم و میام به این اسکچم حد میدم. از دو طرف این کار رو انجام میدم. اندازه رو هم یک مقدار بیشتر میکنم، مثلا میذارم 40 میلیمتر. خب با استفاده از این سطح یک بار دیگه وارد محیط اسکچ میشم و میام یک طرحی رو ترسیم میکنم. به طور مثال میام یک مثلث رو ایجاد میکنم. باز هم از محیط اسکچ خارج میکنم و میام این مثلث رو در واقع پاکت میکنم. اندازه رو کمتر میکنم، میذارم مثلا 10 میلیمتر. این رو اوکی میکنم. حالا میام از ابزار اولم استفاده میکنم. زمانی که من این ابزار رو انتخاب میکنم این پنجره برای من باز میشه. در قسمت آبجکت، این در واقع قسمتی که قرار هست پترن بشه رو ما باید انتخاب بکنیم. یا میتونم از روی خود طرح همین کار رو انجام بدم، یا با استفاده از نمودار درختی مثلا اون قسمتی که میخوام پاکت در واقع پترن انجام بشه رو انتخاب بکنم. به عنوان مثال من این پاکت رو انتخاب میکنم. در این قسمت اون سطحی که قرار هست پترن برای من انجام بشه رو انتخاب میکنم که این سطح هست. اگر این باکس رو انتخاب بکنم راحت رو برای من برمیگردونم. همون که دارید میبینید. البته با استفاده از این فلش ها هم میتونم این کار رو انجام بدم. و این گزینه کیپ اسپسیفیکیشن در واقع حالا یک تمرین در مورد این قسمت انجام میدیم بعد از اینکه این پترن ها رو توضیح دادیم که کاملا با این گزینه آشنا بشید، چون گزینه خیلی فوق العاده ای هست. مورد بعدی در واقع میاد از دو سمت برای من این پترن ها رو ایجاد میکنه و میریم سراغ قسمت بالا که بر اساس این لیست کشویی ما میتونیم در واقع شرایط پترن کردن رو مشخص بکنیم. میتونیم بر اساس تعداد و طول باشه که در این صورت من میتونم تعداد رو مشخص بکنم و بگم مثلا در فاصله 20 میلیمتر بیاد این تعداد رو برای من پاکت انجام بده. خودش دیگه فاصله بین اونها رو محاسبه میکنه و این قسمت دیگه برای من قفل میشه. مورد بعدی بر اساس تعداد و فاصله هستش. یعنی من میام مثلا فاصله رو میذارم 10 میلیمتر و تعداد رو هم بهش معرفی میکنم، میگم تعداد 4 تا باشه. خودش طول کل رو میاد برای من محاسبه میکنه. دیگه این قسمت به طول من دسترسی ندارم. و این مورد میاد فاصله رو و طول رو معین میکنه. مثلا من اگر بذارم 50 میلیمتر دیگه من به تعداد دسترسی ندارم. یعنی من فاصله رو بهش میدم، طول رو هم بهش میدم و خودش میاد تعداد رو بر اساس اون در واقع دیتایی که من بهش دادم محاسبه میکنه. و این مورد هم میاد بر اساس تعداد و اون فاصله اولیه برای من این کار رو انجام میده. مثلا من این رو میذارم 15 میلیمتر و همونطور که دارید میبینید این 15 میلیمتر فقط روی مورد اول کار میکنه. باقی موارد همون 10 میلیمتر باقی میمونه فاصله. خب پس این هم از این گزینه هستش که به این صورت برای من کار میکنه. این رو تعدادش رو کمتر میکنم و بخش بعدی که در واقع سربرگ دوم میشه در واقع به همین صورت هستش. این مواردش تعداد رو مشخص میکنید، طول رو مشخص میکنید و دیگه فاصله رو خودش میاد معین میکنه. برای مثال اینجا میتونید تعداد رو 3 تا بزنید در فاصله در طول 20 میلیمتر. اگر من این طول رو بیشتر بکنم خب این فاصله هم در واقع بیشتر میشه. مورد بعدی میاد بر اساس تعداد و فاصله این کار رو برای من انجام میده. یعنی من تعداد رو اگر بیشتر بکنم
فاصله رو هم که قبلا معین کردم خودش طول رو میاد محاسبه میکنه. کاملا مشابه همون قسمت قبلی برای من عمل میکنه. من این رو اوکی میکنم و میرم سراغ استفاده از اون گزینه Keep Specification. با این سطح وارد محیط اسکچ میشم و میام یک مستطیل به طور مثال اینجا ایجاد میکنم. این مستطیل رو میام بهش پد میدم، اما میذارمش روی حالت آبتونکس. پد کنید، اینو به این صورت میذارم روی حالت آبتونکس و این رو اوکی میکنم. یک بار دیگه میام از این ابزار استفاده میکنم. در قسمت آبجکت این طرح رو انتخاب میکنم و در قسمت رفرنس element دوباره همون سطح رو انتخاب میکنم. خب این تعداد رو کم میکنم، 1 میذارم یا البته 2 باید بذاریم و اینجا هم تعداد رو میذارم که به این صورت برای من ایجاد شه. فاصله رو هم به طور مثال میذارم 20 میلیمتر. و اگر دقت کنید در حال حاضر در حالت عادی زمانی که من پترن میکنم این پترن من روی هوا قرار داره و به هیچ جایی در واقع اتصال نداره. به این خاطر که من زمانی که داشتم از پد استفاده میکردم اون رو گذاشته بودم روی حالت آپ تو نکست. بنابراین اگر من این گزینه رو انتخاب بکنم و یک بار دیگه روی گزینه پریویو بزنم، همونطور که دارید میبینید این به انتهای این قسمت میچسبه و هر چقدر هم که من این تعداد رو زیاد بکنم باز هم همین اتفاق براش میفته. بنابراین این هم کاربرد این گزینه هستش که چطور برای ما عمل میکنه. خب میرم سراغ گزینه بعدی که استفاده از سیرکولار پترن هست، یعنی در واقع پترن ها رو به صورت دایره‌ای میاد برای من ایجاد میکنه. این قسمت ها رو حذف میکنم، دکمه شیفت رو نگه میدارم و تمام این قسمت ها رو میگیرم و دیلیتش میکنم. با صفحه ایکس وای وارد محیط اسکچ میشم و میام یک دایره ایجاد میکنم. به این دایره هم حجم میدم، از دو طرف بهش حجم میدم، مثلا میذارم 20 و روی این دایره هم میام حالا یک طرحی رو ایجاد میکنم. به طور مثال میام یک شکل ایجاد میکنم. خب از محیط اسکچ خارج میشم، میام به این شکل پد میدم. حالا من میخوام این شکل برای من در راستای این دایره به صورت در واقع همونطور که گفتم دایره وار برای من پترن بشه. میام این گزینه رو انتخاب میکنم. پنجره تقریبا مطابق همون پنجره قبلی هستش، یعنی شبیه پنجره ریکتانگولار پترن هست. در قسمت آبجکت اون آبجکتی که قرار هست پترن بشه رو بهش معرفی میکنم که در حال حاضر همین پد هست. در قسمت رفرنس هم این رو انتخاب میکنم و اینجا حالا با استفاده از این لیست کشویی میام مشخص میکنم که بر چه اساس این پترن های من ایجاد بشه. میشه بر اساس تعداد و زاویه کل این کار رو بکنیم، یعنی من تعداد رو افزایش بدم و همونطور که دارید میبینید اون زاویه‌ای که بین اونها هست رو خودش محاسبه بکنه و این قسمتی برای من افق باشه. یا اینکه میتونم بر اساس تعداد و اون در واقع فاصله زاویه، یعنی زاویه‌ای که بین اونها هست این رو ایجاد بکنم. مثلا این رو بذارم 40 درجه و همونطور که دارید میبینید هر چقدر هم که تعداد رو زیاد بکنم بر اساس اون فاصله میاد برای من پترن ها رو ایجاد میکنه. مورد بعدی بر اساس فاصله هستش و یک فاصله کل رو هم میدم بهش، یعنی در واقع زاویه کل رو بهش میدم. مثلا اگر من اینو بذارم 20 درجه و زاویه کل رو هم بذارم 120، دیگه خودش میاد تعداد رو برای من محاسبه میکنه که زمانی که فاصله این دوتا پترن از هم دیگه 20 درجه باشه و زاویه کل 120 درجه باشه چند تا پترن میتونه ایجاد کنه. مورد کامپلت کروند که یکی از بهترین موارد هست، در واقع کل دایره رو برای من در نظر میگیره، زاویه کل رو 360 درجه در نظر میگیره و بر اساس تعدادی که من اینجا زدم خودش میاد محاسبات رو انجام میده و برای من پترن ها رو ایجاد میکنه. این دارید میبینید این مورد بر اساس تعداد
و اون زاویه اولیه میاد برای من پترن ها رو ایجاد میکنه. مثلا من زاویه اولیه رو میذارم 50 درجه و همونطور که دارید میبینید فقط روی قسمت اول، روی پترن اول برای من این کار رو انجام داد. خب مورد بعدی، سربرگ بعدی هم در واقع میاد برای من پترن ها رو ایجاد میکنه، اما خب از جهت دیگه. با استفاده از این لیست کشویی میتونم تعداد رو مشخص بکنم و خب اون فاصله ای که بین اینها هست رو هم معین بکنم. مثلا بذارم 30 میلیمتر این فاصله رو و خودش اون فاصله ای که بین اون در واقع دایره ها هست رو خودش دیگه محاسبه بکنه که در حال حاضر جفتش با هم دیگه یکسان میشه. مورد بعدی میاد تعداد رو مشخص میکنم، مثلا 30 میکنم و دوباره این فاصله رو بهش میدم. مثلا این بار میذارم روی 20 میلیمتر و همونطور که دارید میبینید حالا که فاصله رو گذاشتم روی 20 میلیمتر دیگه این قسمت فاصله در واقع کل کمتر میشه و در نهایت میاد به این صورت که فاصله رو مشخص میکنم. مثلا این رو شکل میذارم من میذارم 70. این فاصله بین اینها رو مشخص میکنه. این رو هم من دادم و بر اساس اون میاد محاسبه میکنه، میگه وقتی که اینها از هم دیگه 40 میلیمتر فاصله داشته باشن و خب اون فاصله هم 70 میلیمتر باشه، 2 تا میتونه برای من پترن ایجاد بکنه. خب من این رو اوکی میکنم، اینکه این قسمت رو دیگه نمیخوام، اینو میذارم روی حالت 1 و این رو اوکی، که به این صورت برای من این پترن ها ایجاد میشه. مورد بعدی به حالت در واقع یوزر پترن هست. من باید چند تا نقطه بهش معرفی بکنم و بر اساس اون میاد پترن ها رو برای من ایجاد میکنه. هم میتونید از اسکیچ استفاده کنید، مثلا با این سطح وارد محیط اسکیچ بشید و اونجا چند تا نقطه ایجاد بکنید. همین که از ابزار پوینت استفاده بکنید. من از ابزار پوینت استفاده میکنم و اینو گذاشتم روی حالت آن سرفیس. روی این سطح یه نقطه ایجاد میکنم، بار دیگه اینجا میکنم و این قسمت هم دوباره یک نقطه ایجاد میکنم. خب در این قسمت یوزر در واقع پترن میام روی حالت آبجکت، میذارم روی این حدی که ایجاد کردم و در قسمت پوزیشن اون نقاطی که ایجاد کردم رو انتخاب میکنم. حالا هم میتونید همه نقاط رو انتخاب بکنید، همین که هر کدوم رو که لازم دارید و این رو اگر ریویو بزنید میبینید بر اساس اون نقاطی که من معرفی کردم ما برای من پترن رو ایجاد کرد. خب پس این هم به این صورت برای ما عمل میرم سراغ ابزار بعدی که ابزار اسکیل هست. این طرح رو هم حذف میکنم. با صفحه XY وارد محیط اسکیچ میشم و میام یک مستطیل مرکزی ترسیم میکنم. دوباره از محیط اسکیچ خارج میشم و میام بهش حد میدم از دو طرف. روی این ابزار سلکت میکنم و میخوام از این طرف به طور مثال در واقع این حجمی که ایجاد کردم رو یک مقدار گسترده تر بکنم. البته الان داره کوچکتر هم میشه، یعنی فقط به این صورت نیست که شما این رو افزایش بدید. مثلا من این رو اوکی میکنم و همونطور که دیدید این قسمت از این طرف برای من در واقع رشد داشت. مورد بعدی وقتی انتخاب میکنم این پنجره برای من باز میشه. این قسمت مبدأ رو میتونم همینجا بذارم باشه که 0 تا 0 مرکز مختصاتمون هست، یا اینکه میتونم این رو کلیک راست بکنم، کرییت پوینت رو بزنم و این اکسس رو تغییر بدم که در حال حاضر اجازه میدم همینجا بمونه. به عنوان مثال صفحه XY رو این قسمت انتخاب میکنم و محور X رو این حالت اینجا انتخاب میکنم. اینجا اگر X رو 2 برابر بکنم همونطور که دارید میبینید از این طرف برای من افزایش پیدا میکنه این حجم. Y رو هم که اضافه بکنم باز از این طرف افزایش رو دارم و به همین صورت Z یعنی ارتفاع هم 2 برابر میشه.
بنابراین اگر بخوام یک زمانی حجمم رو افزایش بدم میتونم از این ابزار هم استفاده بکنم، به جای اینکه از ابزار پد استفاده بکنم یا اینکه برم از اسکیچ استفاده بکنم و طول و عرض مستطیل رو افزایش بدم، میتونم از این گزینه هم استفاده بکنم. خب میریم سراغ تمرینمون. در این ویدیو ما میخوایم این در واقع این طراحی رو انجام بدیم. من با صفحه وایزت وارد محیط اسکیچ میشم و میام 2 نیم دایره ایجاد از ابزار آرک و برای این قسمت هم میتونم از ابزار آفست هم استفاده بکنم. و به این صورت ایجاد میکنم. میام سراغ اندازه دایره که باید به شعاع 100 میلیمتر این رو قرار اینو میگم بر اساس شعاع هست، میذارم 100 از این گزینه. این فاصله رو هم باید تغییر بدم. فاصله که اینجا هست باید 10 میلیمتر باشه، بنابراین این فاصله رو هم میذارم روی 10. با استفاده از ابزار لاین این تا قسمت رو میبندم. یک محور هم ترسیم میکنم. میخوام از ابزار شفت استفاده بکنم، راحت‌تر برای من این کار رو انجام بدم. میرم سراغ ابزار شفت و این رو میذارم روی 150. این قسمت رو هم میذارم روی 30 درجه. ریویو میزنم ببینم همون سمتی هستش که من میخوام و این رو اوکی میکنم. میام یک پلن ایجاد میکنم نسبت به پلن وایزت و این رو روی حالت در واقع زاویه قرار میدم که بتونم بهش زاویه بدم. بنابراین این رو میذارم روی حالت انگل نورمال کرو. محور رو محور زد در نظر میگیرم. این فاصله رو هم میذارم 30 درجه. ریویو رو میدارم و اوکی میکنم. با این سطح وارد محیط اسکیچ میشم و میام یک اسکیچی ترسیم میکنم با استفاده از ابزار پروفایل. در واقع این قسمت ایجاد میکنم، قسمت ترسیم بکنم. این نمیشه از گزینه بعدی دایره از ابزار پروفایل استفاده نمی کنم. در واقع قسمت و این قسمت رو میرور بکنم به اون سمت. استفاده از ابزار میرور اینجا قرار میام از ابزار اندازه گذاری استفاده میکنم. این نقطه رو با این نقطه به حالت کوینسیدنس این دایره رو اندازش رو افزایش میدم. اندازه دایره رو میذارم. این قسمت هم حدس کنید. این هم که در حالت تنجنسی باید قرار میدم. مرکز این دایره رو مرکز این دایره بزرگتر رو با این محور قرار میدم که اندازه باشه. هم یک خط هم ترسیم میکنم جو یعنی در واقع از بیده اندازه دایره بالا، یعنی این دایره این سمت بالا باید باشه، یعنی به شعاع 60 اینو میذارم 60
و اندازه این دایره‌ای که در واقع این سمت هست این 80 هست. اگر دقت بکنیم این قسمت شعاع 80 قرار داره. و یک فاصله دیگه میمونه که این فاصله رو من نقشه نذاشتم که این فاصله هم 10 میلیمتر فراموش کردم بذارم و یک همچین طرحی باید برای شما ایجاد بشه. خب از محیط اسکچ خارج میشم و میام از ابزار پاکت استفاده میکنم. پاکت رو میزنم یا ریورس استارت، اون رو هم میزنم روی پلاس، ویو رو میزنم. یک همچین حالتی باید برای من ایجاد بشه. کلیک میکنم، میام از ابزاری که جلسه قبل یا در ویدیو قبل ازش استفاده کردیم و در موردش یاد گرفتیم استفاده میکنم. ابزار میرور و اینو میام نسبت به اون پلنی که ایجاد کردم میرور میکنم. ویدیو رو میزنم، شفت رو میزنم، انتخاب نشد و پاکت رو انتخاب میکنم. همچنین طرحی برای من ایجاد میشه. میرم سراغ این قسمت داخلی. با این پلنی که ایجاد کردم سعی میکنم باقی پلن ها رو هاید بکنم راحت‌تر برای من باشه. با این پلن وارد محیط اسکچ میشم و با استفاده از این ابزار کات پات که اینجا قرار داره این قسمت رو حذف میکنم که یک دید مناسب تری داشته باشم. از ابزار پراجکت 3D element استفاده میکنم. این دایره رو پراجکت میکنم، تصویر میکنم روی این اسکچ. از ابزار لاین استفاده میکنم. این لاین رو میام میرور میکنم نسبت به محور ورتیکال. با استفاده از ابزار آرک میام یک نیم دایره ترسیم میکنم. نقطه اولیه آرکم روی این خط قرار بگیره و نقطه انتهایی هم به این صورت. اندازه این دایره 40 میلیمتر است. بنابراین اندازه رو قرار میدم 40 و سعی میکنم این مرکز دایره رو هم که البته روی این قسمت قرار داره، بنابراین میام این دایره رو با این خط با حالت تنجنسی در میارم، حالت مماسی. قسمت های اضافه رو پاک میکنم با استفاده از ابزار پاک کن. هم این سمت هم اون سمت. یک همچین اسکچی رو ایجاد میکنم و از محیط اسکچ خارج میشم. حالا میام از ابزار پد استفاده میکنم. پدی که در واقع باید استفاده بکنم باید بذارم روی حالت آپتول است و اینجا اگر ببینید منفی 75 درجه از اون قسمت هم قرار بده. بنابراین این رو میذارم روی آپتول است یا آپتومیکس. در این حالت زیاد فرقی نمیکنه برای من و این رو میذارم روی منفی 75. یک مقدار در واقع این پد من بزرگتر شد. باید ببینم مشکل از کجا هست. زمانی که من داشتم شافت رو ایجاد میکردم این قسمت این دایره بیرونی 100 میلیمتر بود، در صورتی که من دایره داخلی رو اندازش رو 100 میلیمتر گذاشتم. اگر دقت کنید من دایره داخلی رو اندازش رو 100 میلیمتر گذاشتم. بنابراین این رو 10 تا کم میکنم، میذارم 90 میلیمتر که به اون اندازه‌ای که هست برسه. خب یک بار دیگه از ابزار پد استفاده میکنم. این اسکچ رو انتخاب میکنم، میذارم روی حالت آپتیمیکس، اون رو میذارم در این قسمت هم میذارم منفی 75. ویو رو میزنم و یک همچین حالتی باید برای من ایجاد بشه. اوکی میکنم. باز هم از ابزار میرور استفاده میکنم. انتخاب میکنم و این رو نسبت به این صفحه در این قسمت باید این انتخاب بکنم. ویو رو که بزنم میبینم این صفحه هم ایجاد میشه. میرم سراغ قسمت بعدی. یک پلن دیگه ایجاد میکنم نسبت به صفحه XY. حالا درسته این در واقع هایت هست اما تو صفحه XY این صفحه هست. جهت رو برمیگردونم. فاصله‌ای که قرار میدم 150 میلیمتر است. بنابراین 150 رو میذارم H. خب با این پلن وارد محیط اسکچ میشم. از ابزار کات پارت استفاده میکنم. این قسمت رو حذف میکنم. یک دایره ترسیم میکنم. دایره‌ای به قطر 280 و این دایره رو به حالت خطچین در میارم.
دایره رو انتخاب میکنم و از ابزار خطچین و یک محور دیگه هم ترسیم میکنم که با محور ورتیکال زاویه 60 درجه ایجاد بکنم. دارم روی میام 2 تا خط ایجاد میکنم روی این قسمت. خطم و خطچین در میارم روی این محور باشه. دیگه هم دو دایره ترسیم میکنم. دایره اول قطرش 72 یعنی 2 تا دایره کوچکتری که ترسیم میکنم قطرش 72. مرکز این دایره رو میام میذارم روی این خط. بعدش میام میذارم روی دایره. این صورت برای من انجام میشه. یه دایره دیگه ترسیم میکنم با همین مشخصات و همین روش. این رو هم میذارم 72. دوباره مرکز دایره رو در ابتدا میذارم روی این خط قید انطباق. باز هم مرکز رو میارم میذارم روی این دایره. یک دایره دیگه این بار به قطر 153. شیفت رو نگه میدارم که با جای برای من قید گذاری نکنه. میذارم 153 و این دایره رو میام در واقع به حالت تنجنسی در میارم نسبت به این دو دایره. تنجنسی برای این با استفاده از ابزار پاک کن قسمت های اضافه رو حذف میکنم. همچین طرحی رو باید ایجاد بکنم. از محیط اسکچ خارج میشم و میام به این اسکچی که ایجاد کردم حدی که میدم به اندازه 20 میلیمتر هست. این هم به سمت بالا کنم مثل اینکه اسکچ من یک مشکلی داره. برمیگردم به اسکچ و با استفاده از ابزار آنالیز این قسمت مثل اینکه باز این نقطه رو میام این نقطه در حالت انطباق قرار. یک بار دیگه از محیط اسکچ خارج میشم و میام از ابزار پد استفاده میکنم. 20 میلیمتر میذارم و این بار برای من پد رو ایجاد کرد. حالا میام از ابزار سیرکولار پترن استفاده میکنم. این طرح رو در نظر میگیرم، میگم در راستای محور Z روی حالت کامپلت کروم قرار میدم. تعداد رو کم میکنم چون به تعدادی که در واقع اینها دیگه به هم دیگه میچسبه. تعداد 6 تا و این رو اوکی میکنم. یک همچین حالتی برای من ایجاد بشه. خب حالا با این سطح وارد محیط اسکچ میشم. باز هم از ابزار کات پارت استفاده میکنم و دایرم رو در مرکز مختصات ایجاد. این رو میذارم روی در واقع شعاع 35. از محیط اسکچ خارج میشم. میام از ابزار پد استفاده میکنم و این رو میذارم روی حالت آپتونکس و قسمت بچسبم. حالا میام از ابزار فیلت استفاده میکنم و این من گذاشتم روی حالت تنجنسی و این اندازه رو تغییر بدم به 15. رو میزنم و یک همچون فیلت برای من ایجاد میشه. یک بار دیگه ابزار فیلت رو استفاده میکنم برای این قسمت ایجاد میشه. یک بار دیگه ابزار فیلت رو استفاده میکنم برای این قسمت
و این اندازه رو میذارم 8 میلیمتر. برای حفره هایی که اینجا قرار داره از ابزار کد استفاده میکنم. باز هم این سطح رو انتخاب میکنم با استفاده از ابزار اسکچ. میرم که اندازه دقیق این در واقع این رو مشخص بکنم. انتخاب میکنم از ابزار اول سنتریسیتی رو سلکت میکنم. از محیط اسکچ خارج میشم و قطر دایره های من در واقع شعاعشون 10 میلیمتر هست که این رو هم میذارم به حالت آپ تو نکست میکنم که به صورت ساده این حفره برای من ایجاد بشه. حالا به جای این که بیام در واقع این حفره ها رو برای تمام این قسمت ها انجام بدم، میام از ابزار سیرکولار پترن استفاده میکنم. در این قسمت این حفره رو انتخاب میکنم و اینجا هم به این شکل، یا میتونم محور زد رو انتخاب بکنم که برای من مناسب تر عمل و این 6 تا حفره رو برای من ایجاد بگیرید. بنابراین همونطور که دیدید این تمرین ما هم انجام شد.